رایگان پرتکنیک ترین و خفن ترین سایه اینستاگرام آموزش ببین که هر نکتهش میلیون ها تومن میارزه. با من همراه باش. آکوا قهوه‌ای تیره و قلم 3-0 رو برمی‌دارم. حتما قلمم باید خیس شده باشه. فقط در انتهای چشمم یک خط چشم کشیده میکشم و یک دال باز انتهای چشمم میکشم. دقت کنید شکست دال باید از انتهای چشم بیرون تر باشه. هفت بالاشو کمی با آکوا پر میکنم و با قلم 3 سرتخت خیس آکواشو آروم آروم به سمت بالا فید میکنم. حواستون باشه فشار دستتون آروم باشه تا کانسیلر زیرم بلند نشه. با قلم 228 مک و سایه مورف بالای 7 خطم و سایه میزنم تا استخون چشمم کاور بشه. تا برجسته و پف دیده نشه. پس این سایه برای چشمایی که استخون برجسته زیر ابرو دارن مناسب استش. 2 درجه آجوریمو کم رنگ تر برمیدارم و بالای سایم مجدد با فشار دست پایین سایه فید میکنم. فشار دست پایین نکته طلایی یه فید خوب و بسیار تمیز هستش. آجوریمو باز کمرنگ تر میکنم و فید سایه‌مو با این آجوری کمرنگ به اتمام میرسونم. هرچی به ابرو نزدیک تر میشیم قطعا سایه‌مون باید ملایم تر باشه. از هایلایتر پیلویز یک طلایی هولوگرامی برمیدارم و با قلم زبون گربه‌ای نمدار اونو به کاسه چشمم اضافه میکنم. قلم خیس هایلایتر رو چسبنده و براق میکنه. بعدش صورتی هولوگرامی از همون برند و جلوی چشمم اضافه میکنم و با یک شاین شیگلم زیبایی پشت پلکم 2 برابر میکنم. و اما خفن ترین آموزش این پست با یه قلم سرکش تخت بزرگ برند سفورا یا گراف سایه قهوه‌ای پررنگ برمیدارم و عین خط چشم با کشش پوست مناسب پشت پلک میکشم. این خفن ترین نکته این پست بود که میتونید یه خط چشم قهوه‌ای خاص داشته باشین. با یه قلم تخت نرم قهوه‌ای پررنگم رو روی دال سایم شارژ میکنم تا کات سایم تمیزتر به نظر بیاد. موژه برند جبل 5D شماره 138 رو گذاشتم و بعد شماره 141 همون برند رو از انتها قیچی کردم و این موژه کوچیک رو در انتهای موژه قبلیم شیبدار اضافه کردم که خیلی چشمو کشیده میکنه. کانسیلر شماره 3 مالاویز رو با قلم 3 سرتخت داخل لثه چشم میکشم و از انتها بیرون میبرم که چشممو درشت‌تر کنه. با آکوا یک خط چشم باز در 1/3 انتهای چشمم میکشم ولی از جلو به بن موژه کاملا میچسبونم و با قلم 3 تخت که خیسش کردم زیرشو فید میکنم. قهوه‌ای تیره رو روی فید آکوا اول اضافه میکنم. زیرش کمی آجوری فید میکنم که این کار باعث میشه آکوا فیکس بشه و نریزه و در انتها با اضافه کردن کمی خردلی زیر این دو سایه هارمونی رنگ‌های زیر چشممو زیباتر و خاص‌تر میکنم. اگر از اکسپلور منو میبینی بدون خستگی از شکست بارها و بارها پستای منو تمرین کن تا رایگان و بدون هزینه بتونی یک میکاپ آرتیست حرفه‌ای از خودت بسازی.